پیام به همه مردم داخل دارد. همه منتظر آن هستند که سرور دولت در پیامش برای بهبودی خلق، برای کارهای داخلی و بیرونی دولت چگونه چاره‌بینی ها را به نقشه میگیرند و آیا اجرا شدن آنها برای خلق فایده دارد. به همین امید آرزو همه ساله مردم انتظار پیام سرور دولت هستند. در پیام خود بسیارتر درباره کودکان بی‌پرستار، اوایل‌هایی که خیلی کمبغل هستند، به آنها زیادتر اهمیت داده، به آنها بسیارتر کمک دولت رسیده است. به فکرم همین بهتر میشد. درباره سوئد اگر گپ زنه حق گپ میزنه. باید باشه سوئد. سوئد باید باشه، زمستون شده است اپا. سوئد همیشه باید مودا باشه. اساسا خیلی باید بسیارتر استقلال انرژتیکی بلند برداشته شود. با همین درجه معرفت ناکی، تندرستی، باز آموزی ها بسیار شود. چقدر که مثلا و چقدر زمان پیشروی هست، دولتی ما هم احسامی عقب نمانده پیشروی شده است تمام وقت. از همه مهم این بلند برداشتن آبروی و نفوذ آموزگار است. زیرا آموزگار خود جناب عالی بگوید که کسی آموزگار را احترام میکند و ملت را احترام میکند. این بیهوده نیست. برای همین خواهش داشتم و آرزو داشتم از نام کل آموزگاران تاجیکستان که همه ساله نسبت آموزگار دقت مخصوصی داده می شود. این دفعه باز امیدهای زیادی آموزگاران را جناب عالی با نیتهای نیکش، با سخنهای خوبش جامعه عمل پوشاند. امسال با فکر ما که جناب باز در پیامش علاجی نیست که برای خلق عادی کم بغلا یگان چیز یاردم نکند. اگر شما فراموش نکرده باشین، پارسال در پیام گشت گفت که تمام مقامات شهر تاجیکستان است. من شما احترامونه خواهش میکنم یک شتاب تشکیل کنید از حکومت شهر خانه به خانه بگردین، زندگی سطح زندگی مردم شما ببینید، با من معلومات برسونید، بگذار که انمی شیار عملی بگرده در پیام آینده.